قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتار 45. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. قطعه نزد شهری 20-25 گکتر وسعت دارد. اینجا سراسر عمارت نیست، بلکه جا جا حولی ها علاهیده به نظر می رسد. سالهای 1951-1953 9 حولی یافت شد که پیش از حفریات فقط تپه های خالی بودند. یکی از این تپه ها که علاهیده می ایستاد 2.5 متر بلندی و 22 بر 16 متر وسعت داشت. در نتیجه حفریات طرز ساخت حولی ها هم آشکار شد. عمارت حولی غیر از دهلیز با 3 خانه دیگر، دالان و برآمدگاهی زینه مانند دارد. تمام بیناها نسبتاً درست باقی ماندند. در خانه از همه درونتر 4 خشت یافت شد که آن دلیل همین است که اهل این حولی مشغول شراب پزی بود. در دیگر خانه ها اهل خانواده صاحب حولی زندگی می کردند. یکی از بیناها احتمال عاقل خانه بود. بعضاً چند متر دورتر از خانه ها نووس ها یعنی سغانه ها نیز یافت شده اند که باشندگان قطعه اطراف شهر مرده های خود را در آنجا می گرانیدند. گورستان شهر از دیوار جنوبی شهرستان تقریباً 0.5 کیلومتر دورتر واقع بود. حاضر در اینجا 70 خاک تپه را دیدن ممکن. پیشتر در اینجا کمش 2-3 برابر بیشتر خاک تپه بوده است. 3 آنها کافته شدند و معلوم گردید که این خاک تپه ها همان ناوس هایی بودند که به آنجا استخواندان ها را می گذاشتند. این ناوس ها حجره رواقداری اند که بعدی استخوان مرده را به آن گذاشتند، دری آن را لایبند می کردند. وسعت این حجره ها عادتاً 4-5 متر کوادراتی بوده، بعضاً تا به 10 متر کوادراتی می رسید. در تگ دیواری حجره صوفچه ها برداشته به بالای آن استخواندان ها را می ماندند. در رفت حفریات درباره بیناکاری، صنعت معماری و دیگر نمودهای کاسبی هنرمندی متریالی زیادی به دست آمد. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. سمرقند، برخشه و دیگر باششگاه‌های شهری. مرکزی سوخت شهری سمرقند بود. شهر در دیمنه افراسیاب جای داشت. وسعت دیمنه 219 گکتر است. در افراسیاب ویسیلوفسکی، بارتل، ویاتکین حفریات گذرانیدند. حفریاتی که ترینوشکین در افراسیاب گذراند اساس آن دانش‌های حاضر زمانی گردیدند که راجع به افراسیاب وجود دارند.
تحقیقات مفصلی ارخئولوگ های ازبک که با راهبری مرحوم شیشکین و غلاموف در افراسیاب گذرانده شد باعث کشفیات های کلان گردید. ولی بسیار مسئله های تاریخ عصرهای 6-8 سمرقند الحال روشن نیست. به عقیده ترینوشکین این دوره ترقیات سمرقند بود. در قسم شمالی شهر ارک و در قسم جنوبی آن شهرستان جای داشت. در این دوره جنوبی شهر که خیلی کلان شده رفته بود 2 قطار دیوار داشت. طول دیوارهای اطراف شهرستان قریب 2 کیلومتر بود. در شمال شهر با جریهای ساحلی دریای سیاه محدود می شد. هر 2 قطار دیواری شهر در مسافه 8-10 متر دور از همدیگر متوازی طول می کشید و دیواری درونی نسبت به دیواری بیرونی خیلی مستحکمتر بود و برج‌های آن هم شاهماتوار جایگیر بودند. این دیواری 2 قطاره آن را دیواری دویم هم میگویند به قسمی محافظت شونده شهر اینچنین همان محله های اطراف شهر را نیز داخل می کرد که در عصرهای 4-5 ساخته شده بودند. ولی در عصرهای 6-7 بعد آن که دیواری 2 قطاره ساخته شد شهر باز وسعت یافته از حدود دیوارها بیرون رفت و قد کانال اساسی به طرف جنوب پهن شد. اینک سمرقند در عصرهای 6-7 خیلی مستحکم شده بود. به اثبات علاوگی هم روشن که 2 قطار دیوار شهر را نسبتاً دست نارس می کرد. دروازه جنوبی شهر در جای ساخته شده بود که آن با 2 دیوار به شکل نیم دایره به هم پیوست می شد و اگر دشمن از دروازه به درون درآید به یک راهروی سربسته می افتاد و از 4 طرف تیرباران کرده می شد. دروازه شرقی از این هم مستحکم تر بود. در 2 طرف این دروازه 2 برج بلند می ایستاد و از درون باز یک دیواری بود که گذرگاهی پنهانی داشت. سالهای 1965 1968 و در سالهای من بعده تخمیناً در مابین دیمنه افراسیاب کمپلکسی عظیمی معماری قصر حاکم کشف گردید. از اینجا زیاده از 30 خانه یافت شد. میدان عمومی حفریات از 1 هکتار زیاد است. یکی از تالارهای اساسی کشف شده تالار شهنشینی 1 می باشد. این تالار کلان 4 کنجه است که اندازه‌اش 11 بر 11 متر بوده. درآمدگاهش از طرف شرق است. شیفت تالار به ستونها تکیه می کند. قد دیوار صوفه وسیع طول کشیده روبروی درآمد صوفه خیلی پیش می براید و در آنجا تخت می ایستاده است. دیوارهای خودی تالار، دالانهای بیرونی آن و دیوارهای دیگر خانه‌های همشفت آن سراسر از رسم و صورت پر می باشد. از تالار دیگر که طرحش مثل تالار اساسی باشد هم نسبت به آن اندک خردتر است. اسباب اشیای چوبین کندکاری و هیکلچه های چوبین نیم سوخته رقاصه ها یافت شد. یکی از کلانترین مرکزهای سوخت بخارا دیمنه ورخشه بود. آن را سالهای 1938 1939 و 1949 1954 شیشکین تدقیق کرد. قسم اساسی دیمنه ورخشه تپه است که شکلاً تقریباً 30 کنجه می باشد. وسعت آن 9 هکتار و بلندیش تقریباً 10 متر است. بلندی خرابه های ارک باشد از 9.5 متر زیاد نیست. اصلاً بلندی آن 30 متر بوده است. این عمارتی کلانی بود که اندازه طرفهایش 31 متر، ته کرسی 1 لختی پاخسگی داشت. در غربتر ارک قصر بخارخدادها واقع بود. این قصر عمارت و بینای زیادی خرد و کلان داشت و همه آنها به سلامخانه بزرگی می پیوست که در طرف غربی قصر واقع بود. تالارهای تشریفات قطار قطار جای داشتند.
بعضی آنها خیلی کلان بود. دیوارهای قصر پر از نقش و نگار عجایب و رسم و صورتهای پرمضمون بود. روبروی قصر از افتکار معبد ساخته بودند. حوریهای شهریان در قسمهای شمالی، شرقی و غربی ورخشه جای داشت. از دیگر شهرهای واحه بخارا پیکند را نام بردن ممکن که وسعت آن به 20 هکتار می رسید. این شهر هم قلعه و ارک داشت. کافر قلعه و طبقه های بالایی تلی برزو هم به دیمنه های ناحیه سمرقند نسبت دارند. به شرافت حفریات چندین ساله استویسکی در سرگه زرفشان هم بسیار باششگاه ها و قلعه ها کشف و تدقیق گردیدند. مثلا 12 کیلومتر دورتر از قلعه موغ در کنار دهه مدم استویسکی و یاقوبوف گردان حصار نام دیمنه را تدقیق کردند و آن قصری کلانی است که در بالای تپه جای گرفته است. قصر در سوختار نابود شده بوده است. خودی قصر بناهای بسیار از جمله سلامخانه و نمازگاه داشته است. از اینجا نمونه های عجایبی چوب های کندکاری به دست آمد. در وادی ماغیان هم بسیار اثرهای قدیمه تدقیق شده‌اند. عموماً در سرگه زرفشان زیاده از 50 آثار دوره های اولی عصرهای میانه یافت شده است. و نهایت بنابر تدقیقات کبانف در سوخت جنوبی در ناحیه قشقدریا هم در اولهای عصرهای میانه بسیار شهرهای کلان واقع بودند. بناکاری در بابهای پیشینه ما کم و بیش بسیار مسئله های بناکاری را از نظر گذراندیم. در اولهای عصرهای میانه در سوخت و عموماً در تمام آسیای میانه مصالح اساسی دیوارزنی پاخسه و خشتهای کلان خام بود. اندازه آنها اکثراً 50-52 بر 25-26 و 10-12 سانتی متر است. خشت پخته خیلی کم استفاده می شد. اساساً برای فرش خانه و غیره استفاده می بردند. برای تکیه بالا رو زبرروها اساساً ستونهای چوبین را کار می فرمودند. چوب در بامپوشی هم مصالح اساسی بود. دیوارها را به درجه قفس می کردند که حاجت به ته‌کرسی هم نمی ماند. فقط در یک چند جای ته‌کرسی یافت شده است. مثلا در ورخشه در تگی ستونها از خشت خام و پخته پای ستونی چقوری ساختند. چقوریش قریب تا 2 متر. معبدی پنجکینت هم ته‌کرسی داشت. فرش خانه ها اساساً گل انداوه بوده. بعضن آنها را از خشت خام و حتی از خشت پخته هم می کردند. مثلا در پنجکینت و ورخشه. در کوهستان فرش خانه را از سنگ می ساختند. 4 نوع دیوار معمول بود: پاخسگی، خشتی، پاخسگی خشتی و خشتی پاخسگین. قفسی دیوارها به حساب میانه 1.6 متر بود. خانه ها با دهلیز و دالان های پیوست می شدند که بالای آنها با چند اصول پوشیده می شد. طاقها را از خشت خام می برداشتند. درها را از تخته می ساختند. بعضن درها را 2 قبطه هم می کردند و ساخت این درها به مدتی مدید بی تغییر مانده است و آنها را حتی حاضر هم در بعضی عمارت‌های تا ریولوسیونی تاجیکان دیدن ممکن است. یعنی همان دری 2 زبانکدار که زبانک‌های آن در خانه‌های تکدری و بالادری جای گرفته تاب می‌خورند. اگر خانه تنگ و تاریک بوده بری بامش از 3 متر زیاد نباشد، بالای آن را با خشت خام با اصولی شیروانی مایل تاقی می پوشیدند که این اصولی بام پوشی هنوز در شرق قدیم استفاده می شد.
بالای خانه‌های نسبتاً خردی چارکنجه را گنبد پوشی می‌کردند. مثلا در افراسیاب خانه بامش گنبدی یافت شد که 4.3 بر 4.3 متر وسعت دارد. خانه‌های کلانتر بام مقرری ستوندار داشتند. مثلا تالارهای چارکنجه پنجکین در میانجا اندک دورتر از همدیگر 4 ستون دارند که در شیفت با چارچوبه پیوست شده اند و یک نوگی بالارها در همین چارچوبه و نوگی دیگری آنها به زبرروی دیوار استوار کرده می شد. مابین چارچوبه خالی می ماند و موریوار برداشته می شد و وظیفه روزن را اجرا می کرد. مثلا در پامیر و وادی قراتیگین بعضی خانه ها حاضر هم با چنین طرز ساخته می شوند. چوب و تخته های نیم سوخته زیاد که از این بناها یافت شد دلالت می کند که در خانه ها کت و تختکت های تختگی بوده است. دیگر نوعهای جهاز خانه از روی رسم دیوارها عیان است. خلقهای آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. صنعت تصویری. آثار صنعت تصویری از پنجکینت قدیم و رخشه و سمرقند پدید آمد. در پنجکینت در 60 خانه رسمی روی دیوار یافت شد. این شماره زیاد نشان می دهد که عادت آرایش دیوارهای خانه در بین سغدیان تا چه اندازه معمول بوده است، حالان که تا به روزهای ما از آن صنعت بزرگ آرایش فقط ریزه های آمده رسیدند. دایر به صنعت تصویری پنجکینت قدیم باری اول یاکوبوفسکی، دیاکنف، بیلینیتسکی مقاله ها چاپ کردند. یاکوبوفسکی جهت‌های اهمیت عمومی تاریخی تصویرها، دیاکنف خصوصیت‌های اسلوبی تصویرها و بیلینیتسکی مضمون و مندرجه تصویرها را تأویل دادند. تصویرهایی که در سالهای آخر به دست آمدند با اهتمام بیلینیتسکی انتشار شدند، ولی متاسفانه فقط قسمی کمی آنها. اکثری تالارهای تشریفات دیوارهایی دارند که وسعت آنها تا به 100 متر کوادراتی و حتی بیش از این است و چند قطار رسمهای بالایی هم دارند. سوژت رسمها خیلی گوناگون است. بیش از همه تصویری کدام یک داستان قدیمی به نظر می رسد. مثلا در تالار 41 ابیکت 6 قریب 40 متر کوادراتی صورت یافت شد و در آمد گپ تمام صورت از پایان تا سر دیوار نقص باقی مانده است. تمام وسعت دیوار با ازاره های افقی به چند طبقه تقسیم کرده شده است. در یکی از پاره های دیوار 4 طبقه هست که طبقه از پایان دویومش نسبتاً کم آسیب دیده است. در زمینه کبودرنگ دیوار یک منظره تام انعکاس شده است که از دیواری به دیواری گذشته به مسافه 15 متر طول می کشد و قریب نصف وسعت تمام دیوارهای تالار را فرا گرفته است. بیلینیتسکی صورت مذکور را چنین به قلم داده است: منظره از 8 لوحه و یا خود صحنه عبارت بوده. قهرمانی اساسی آنها همان یک پهلوانی سمند سوار است. در صحنه اول پهلوانی سمند سوار در سر یک دسته سواران زره پوش ایستاده است که از افتکار در عزم سفر می باشند. در لوحه دوم پهلوانی سمند سوار کمند به دشمن خود می اندازد که وی هم سوار است. در لوحه سیوم پهلوانی اسب سوار با اژدها جنگ کرده ایستاده است. در لوحه دیگر باز خودی همان پهلوان تصویر شده است که پیشاپیش دسته سربازان می رود و ضمناً مرده اژدها در تگ پای سواران خوابیده است. در لوحه پنجم پهلوان با دشمن محاربه دارد که
آن هم سوار است و در گرد و اطرافش دیگر همسفانش با توده دیوان زد و خورد می کنند. نهایت در لمحه آخرین پهلوان اسب سوار با دیگر سرباز اسب سوار محاربه دارد. اژدهایی که در لوحه‌های سیوم و چهارم تصویر شده است، تنه درازی مارپیچی حلقه حلقه دارد که آخرش به شکل بدنی از میان بالای زن کشیده شده است و سرش سری ماده شیر را به یاد می آورد. احتمال اژدها بال هم داشته است، ولی اینش روشن نیست. از جراحت‌های تنه اژدها شعله آتش فواره می‌زند. تنه دیوها به تنه آدم مانند، سری آنها هم مثل سری آدمی، ولی اندامشان نهایت بدهیبت، مثل بوز برزگاو شاخ دارند و پایهایشان هم مثل پایهای بوز. دو دیو سواره عرابه‌های جنگی زد و خورد می‌کنند. با بیلینیتسکی میسر شده است که منظره های این صورت را به یک داستان کنکریتی ایپیکی، یعنی داستان رستم، با هم دیگر مربوط سازد. در شاهنامه در بین کارنمایی های رستم، جنگ رستم با اژدها، گرفتار شدن اولاد به دست رستم، جنگ رستم و ارژنگ دیو، کشتن رستم دیوی سپید را انعکاس شده است. بیلینیتسکی اینچنین آن منظره های کارزار را که در آن زنان شرکت دارند نیز صورت های اپیکی می شمارند. در قدیم زنان آسیای میانه در محاربه ها در حقیقت اشتراک می کردند و روایت کارنامه های عجایبی تهمینه و زرینه بر این زنان شجاع در اثرهای مورخان پیشینه ذکر گردیده است. کارنامه این گونه زنان اساسی داستان و روایت‌های شرق ایرانی شده اند و من بعد در دیگر آثار صنعت نیز تصویر یافتند. شمه از این روایت‌ها در شاهنامه نیز به نظر می‌رسد. بسیار صورت‌ها در موضوع دین و مراسمات دینی هستند. یکی از آنها لوحه سوگ نوجوانی مرحومی است که به عقیده یاکوبوفسکی قهرمان افسانوی آسیای میانه سیاووش می باشد. در آمدی گپ در این باره دیگر فکرها هم هستند. این چنین صورتی آریه‌ی 4 دسته را نیز نام بردن لازم که بیلینیتسکی و بعدی وی بسیار دیگر محققان آن را صورتی ننایا می گویند. جالب دقت است که در تنگه های ملک های پنجکینت قدیم نام این آلیه به نظر می رسد و این دلالت می کند که آلی حکمران پنجکینت به این آلیه عبادت داشته است. پرستش جسم های آسمانی هم در صورت های روی دیواری پنجکینت عکس یافته است. بسیار صورت های روی دیواری پنجکینت قدیم موضوعهای گوناگون فولکلوری و مثالها آید به حیوانات را انعکاس می نمایند. در این باره بیلینیتسکی گفته است: با این لوحه مثال شده می تواند که در آن قهرمان افسانه دختری را که با جادوی کسی اندرون تنه درخت بند شده بوده است آزاد می کند. این گپ به پیدایش مندرجه دیگر صورتها نیز دخل دارد که آن تا الحال از روی افسانه مشهوری مرغ بخت معمول است و آن ضمناً دسترسی فولکلور تمام عالم گردیده است. صورتی نچندان کلان جالب دقت می باشد که در آن خرگوش تصویر یافته است و این خرگوش با گپ فروشی های دلفریب شیر را مجبور می کند که خود را سرازیر به گرداب پرتاید و با همین تدبیر تمام حیوانات از ظلم شیر رها می شوند. این صورت خوش آب و رنگ تصویری بسا دقیق حکایتی است که در مجموع افسانه های هندی پنچتنتر آورده شده است. رسامی که صورت های روی دیوار را کشیده است از حیات گرد و اطراف خود نیز بسیار سیوژت و مندرجه ها را گرفته است. منظره جنگ و محاربه ها چنان پیچ در پیچ و باوری بخش و
پرتأثیر می باشند که بیننده را در حیرت می گذارند. لوحه های بزم و ضیافت نیز بسیار به نظر می رسد. این چنین دیگر پدیده های زندگی، مثلا تصویری نردبازی، گوشتینگیری بر این لوحه ها نیز دچار می شوند. علاوه به همه این بسیار نقش و نگاری معماری نیز هستند که تنها وظیفه زینت عمارت ها را اجرا می کنند. محققان در رفت تدقیق صورت های روی دیواری پنجکینت قدیم مقرر کردند که این صورت ها به چند اسلوب و در وقت های گوناگون انجام داده شده، ولی تناسبی مکملی بی نقصی حیرت انگیز این صورت ها بر اعلی عیان است و اکثر آنها با لطافت و ذکاوت و نزاکت خود کس را مات و مبهوت می کنند. خصوصا کس را رسم دخترکی عود نواز مفتون می کنند. قیافه پر اندیشه، چشمان خمار و انگشتان نازکی وی که روی تارها جولان می زنند در حقیقت تأثیری فوق العاده دارند. یا خود باز یک رسم را گیریم. دو سواره، یکی مرد دیگر زن، هر دو پهلو به پهلو بروی یکدیگر نگاه کنان رفته ایستادند. ما نمی‌دانیم که آنها کجا رفته ایستادند، چه ها گفته ایستادند، ولی این دو نفر به نظر ما گویا زنده اند. زمانی آنها به قعر عصرها فرو رفته باشد هم آنها به چشم ما گرم می نمایند و تجسمی عالمی تامی ابرزهای بدیعی می باشند. صورتهای روی دیواری و رخشه هم بسا دقت طلب و پرمعنا می باشند. در تالار سرخ قصری و رخشه در بالای صوفه ها لوحه‌ای به نظر می رسد و آن با یک مضمون و مندرجه بند و بست شده است. در لوحه فیل سواران تصویر یافته‌اند که از همدیگر به فاصله برابر جای گرفته‌اند. مخلوقات گوناگونی بدهیبت، بعضی آنها ظاهراً شیرانی سرخ رنگ می باشند و یا مرغانی سفید باری فولاد منقاری شیر چنگال از 4 طرف به فیلها حمله می کنند. صورتهای تالار شرقی تماماً دیگر است. در یکی از دیوارها یک گروه جنگاورانی سوار می نماید. در مرکز دیگر صورت رسمی بزرگی شاه تصویر شده است که در بالای تخت نشسته است و پایه های تخت را صورتهای شترهای بالدار زینت می دهند. در چپ و راستی تخت صورتهای زیاد رسمی جای قربانی کشیده شده است. باقی مانده های صورتهای روی دیواری در دیگر خانه های قصر نیز اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. شما گفتاری 45 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خان، کارگردان شیرعلی نغزلی.